بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عددا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحدوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم یاد کن به یاد بیاور آن زمانی را که ما گفتیم به همه ملائکه ها اسجدوا لآدم که شما سجده کنین به آدم فسجدوا همه آنها سجده نمودند الا ابلیس مگر ابلیس کان من الجن بود از جنیات ففسق عن امر ربه پس بیرون شد از اطاعت پروردگار خویش. ربط این آیه و اذ قلنا للملائکه اسجدوا با آیه های بالا این طور است که در آیه بالا ما خواندیم مشرکین مکه به محضر رسول الله صلی الله علیه و سلم آمدند و گفتند که این فقرا و غریبا را از گردت دور کن، ما میاییم پیش خودت در مجلس شرکت میکنیم، چون به ما زیب نمیدهد که این فقیرا و غریبا اینجا بنشینند و ما هم شرکت کنیم در مجلس، چون ما انسانهای پیسه‌دار هستیم، انسانهای هستیم که پول داریم، تجارت داریم، ثروت داریم و ما فرزندان کسی داریم. اینا غریب و فقیر، نه فرزندی دارن، نه زنی دارن، نه مالی دارن. همه این با این سخنها اینها را چی وادار نمود؟ تکبر، غرور.
که من هستم یک چیزی، من چرا بنشینم پیش فلانی، چرا من برم در مجلس رسول الله صلی الله علیه و سلم؟ چون تکبر مانی آنها شد. خداوند متعال میفرماید که همینطور شیطان این در اوائل از کسانی بود که عبادت من را میکرد، از جمله فرشتگان به شمار میشد، این به کثرت عبادت، اما تکبر نمود، سرپیچی از اوامر من نمود. چی شد؟ رانده درگاه خداوندی شد. یعنی تکبر این را از رحمت خداوند دور نمود. همین تکبر را چون شما کردین، شما هم از رحمت خداوند دور شدین که به می خاطر به شما ایمان نصیب نشد. و دوم سبق از اینجا این را می آموزیم که انانیت، که من یک چیزی هستم، من چون شیطان هم از من میگفت که من هستم، من، چون انانیت، من، این خدا را پسند، خداوند متعال این صفت را پسند ندارد که من هستم بس دیگه کسی نه. شیطان که به شیطان حکم شد که تو سجده کن به آدم علیه السلام، باید سجده می نمود، اما این تکبر و غرور است که چطور من از آتش پیدا شدم. ما منعک در سوره اعراف خداوند متعال میفرماید که وقتی که ما همه فرشتگان را گفتیم که شما سجده کنین با آدم علیه السلام، همه سجده نمودن سوای ابلیس. چی چیز مانع سجده ابلیس با آدم علیه السلام شد؟ قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک. چی چیز مانع تو شد که سجده کنی؟ منعک الا تسجد اذ امرتک. قال انا خیر منه، من بهتر هستم. دلیل هم پیش میکنه، خلقتنی من نار و خلقته من طین، تو من را از آتش پیدا کردی و آدم را از خاک. چون من بر آدم افضلیت دارم، به این خاطر من سجده نمی کنم. اما نفهمید که کی حکم میکنه. اینجا هم خداوند متعال همین قصه را دوباره به ما تذکر میدهد. و اذ قلنا للملائکه اسجدوا، وقتی که ما گفتیم به ملائکه ها اسجدوا لآدم، شما سجده کنین به آدم علیه السلام، فسجدوا الا ابلیس، همه آنها سجده کردند، همه این فرشتگان سجده کردند سوای ابلیس. کان من الجن، و اصلیت از اینها خداوند بیان میکنه که این شیطان از جنیات است. ففسق عن امر ربه، پس بیرون شد از اطاعت پروردگار خویش را بجا نآورد. افتتخذونه، اینجا خداوند متعال ما را هشدار میدهد، متنبه میسازد. افتتخذونه، آیا شما میگیرین او را، یعنی آیا شما شیطان را میگیرین، و ذریته و فرزندان شیطان را، اولیاء من دونی، دوستانی بجز از من، و هم لکم عدو، در حالی که شیطان دشمن شماست، در حالی که شیطان و فرزندان شیطان، ذریت شیطان دشمنان شماست، شما از او اطاعت میکنین، از آنها پیروی میکنین. از نص این قرآن این استنباط می شود، از این آیه اینطور استنباط می شود که شیاطین وجود دارند و در آنها دارای توالد و تناسل هستند. به همین خاطر خداوند متعال می فرماید افتتخذونه، آیا شما شیطان را و ذریته و فرزندان شیطان را اولیاء من دونی، دوست میگیرین بجز از من. از این معنی که شیطان هم وجود داره و دمی شیطان توالد و تناسل است، که انسان ها آنها را پیروی میکنند. چون یکی از در زمانی که ما زندگی میکنیم فتنه انکار حدیث زیاد شده است. از این منکرین حدیث که پدرش مرد، مفتی منیر شاکر، فرزندش به نام عبدالله شاکر، و این را میگو که شیطانی وجود ندارد، هر چیز نفس است. هر وسوسه که به انسان می آید، وسوسه که این نفس است، نفس به انسان وسوسه میکنه، شیطانی وجود ندارد. در حدیث شریف
رسول الله صلی الله علیه و سلم دعا میکنند اللهم انی اعوذ بک من شر نفسی، بار اله من پناه میبرم به تو از شر نفس خود، و دوم و اعوذ بک من الشر شیطان او کما قال، و من به تو پناه میبرم بار اله از شر شیطان. یعنی شیطانی وجود داره که از شر شیطان رسول الله صلی الله علیه و سلم پناه میبره. این پناه بردن رسول الله صلی الله علیه و سلم برای تعلیم ماست که وقتی که من نبی هستم از شیطان پناه میبرم، از شر شیطان پناه میبرم، ای امتیان من شما هم از شر شیطان پناه ببرید. از این معلوم شد که شیطانی وجود دارد، شیاطین وجود دارند، اینها توالد تناسل است. در حدیثی است امام حمیدی رحمه الله تعالی در کتاب الجمع بین الصحیحین از حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه نقل نموده است که رسول خدا صلی الله علیه و سلم او را چنین نصیحت نمود: لا تکن اول من يدخل السوق ولا آخر من یخرج منها. اولین کسی نباش که در بازار داخل شود و آخرین نفر از بازار بیرون بیاید، به سوی خانه بیاید. ففیها باد الشیطان و فرخ، به خاطری که شیطان در بازارها تخم میمانه، چوچه میدهه. اصل جای شیطان بازار است، چون در بازارها دوکه و فریب زیاد است نسبت به دیگر جایها. در حدیث شریف است که بهترین بلاد، بهترین جای نزد خداوند متعال مساجد است. احب البلاد الى الله مساجدها و ابغض البلاد الى الله اسواق او کما قال النبی صلی الله علیه وسلم. محبوب ترین جای نزد خداوند متعال مساجد است و مغبوض ترین جای، منفورترین جای نزد خداوند متعال چیست؟ بازار. این بازار مطلبی نیست که ما بازار نریم، اگر کسی تجارتی داره برای تجارت نره. یعنی مطلبش این است که شخصی نه تجارتی داره نه کدام کاری باری داره، صرف بازار هم تو میره، صرف بچکری، یا برای بازار میره چون در بازار زن و مرد مخلوط میباشند، برای بدنظری میره. این است که این ارسان گفته که اولین کسی نباش که در داخل بازار شوی و آخرین کس از بازار بیایی، به خاطر که جای است که شیطان تخم میمونه، شیطان چوچه میدهه. و امام قرطبی رحمه الله تعالی بعد اینکه این حدیث را بیان میکند زیر این آیت میفرماید و هذا يدل على ان للشیطان ذریه من صلبه. این آیت دلالت میکند و این حدیثی را گفتیم دلالت میکند که شیطان فرزندانی دارد از صلبش. و شیطان صرف یک شیطان نیست، چندین شیاطین است، اما سرپرستی همه این شیاطین را ابلیس میکنه که شیطان بزرگ است. در حدیث شریف در صحیح مسلم است که شیطان تخت خود را در دریا است، تخت شیطان در دریاست و از آنجا فرمان میدهد این کسایی که ما تحتان این شیطان است اینها را میفرسته که بره، هر کدامش هر طرف میرن و از اینها وقتی که میآیند تفتیش میشه و سوال میشه که چی کردی، چی امروز چی گلی را به او دادی. و در حدیث شریف میگه که نزدیکترین شیطان به شیطان بزرگ ابلیس آن شیطانی است که فتنه بزرگی را انجام بدهد. یک شیطان که پرسانی تو چی کردی، میگه فلانی را از نمازش را بر سرش قضا کردم. خوب کار کردی، منطقه کار کلانی نیست، خود قضای خود واپس میخوانه. دیگه ای را پرسانی چی کردی، شخصی دروغ وادار کردم که دروغ بگویه، خب بسیار کار خوب کردی، دروغ گفت، توبه میکنه، شاید بعداً بفهمه. دیگه ایدن تو پرسان میکنه هر کی را. یکی شیطان میگوش که تو چی کردی؟ و میگو من بین زن و شوهر جنگ انداختم، تفریقه انداختم، تایی عده که آن شوهر خانم خود را طلاق داد. تب میکنه، آفرین، اصل کار را تو کردی. و این تاجی که شیطان بر سر خود داره بر سر ازی میکنه، به خاطر اینکه وقتی که یک زن شوهر بین اینها طلاق صورت میگیرد، صرف این متعدی به زن شوهر نمی باشه، خاندان ها تباه میشن. ما در ملکی که هستیم اینجا پلیس و سکیوریتی و غیره، در افغانستان وقتی که مسئله طلاق و طلاق بازی میشه خاندان ها خراب میشوند.
از دو طرف قتل میشه که چرا دختر مرا طلاق دادی، چرا تو طلاق دادی. به این خاطر شاید تو بسیار کار خوب را کردی. به خاطر که وقتی که خانم یک شوهر خانم خود را طلاق میده که فرزنددار باشه، فرزندانش بی سرپرست میمانند. بی سرپرست وقتی که فرزند بدون پدر باشه و سرپرست نباشه، از او فرزند دوست لندغه لچک میبره اگر خداوند رحمت خود را متوجه آنها نکنه. این است که شیطان وجود داره و زیر شیاطین دیگر شیاطین کار میکنند. و در حدیث در سنن نسائی شریف هم است که در نماز که میخوانی شیطان نماز جداست، شیطانی که وضو میکنی شیطان آن جداست. در وضو که شیطان به نام الولهان است. وقتی که وضو میکنی اعضای بدن خود را میشوی 3 بار شستی، وسوسه میکنه که 3 بار شستی یا نشستی، شاید 2 بار شسته باشه، شاید اینجا خشک مانده باشه، شاید نشده باشه وضو، شاید استنجای خوبی نکرده، شاید قطره می از بدنت وسوسه میکنی. وضویی که باید 2 دقیقه صورت بگیره 2 دقیقه میشه. این شیطان الولهان. و تو شیطانی در نماز است، شیطان وضو جدا، شیطان نماز جدا. در نماز کستا میشه الله اکبر میگی وسوسه شروع میکنه، فلانه دکانت کارت این تو شد، مینیکاپ بدی این تو شد، فلانه کاستومر بودی این تو شد، اینا فلانی در درس نامد، تو در درس آمدی اینقدر ماینس شدی، اینقدر وسوسه شروع میکنه. 1 رکعت نماز خواندی، 2 رکعت نماز خواندی، وسواس میاندازد. انسان الان که حاضر است پشت امام نماز میخواند، تلاوت جایز اید نمیفهمه که کدام رکعت است. مولا امام سوره فاتحه را خواند، سوره قل هوالله را خواند، سوره قل الناس را خواند. اگر سوره هایی که آسان را هم بخوانه امام صاحب شیخ شده اسلام بیاید و کسی که توجه نده نمیفهمه که مولا امام صاحب کدام سوره ها را خواند. این گفتیم که شیطان بزرگ است و زیر شیطان بزرگ ذریه اولادهای شیطان کار میکنن. خداوند متعال میفرماید این وقتی که شیطان که دشمن پدر کلان شما یعنی آدم علیه السلام است، افتتخذونه آیا میگیرین شیطان را و ذریته و فرزندان شیطان را اولیاء من دونی دوستان بجز از من و هم لکم عدو در حالی که دشمن شماست. جای این است که انسان باید دشمن را دشمن بداند، اما انسان این است که همیشه از طرف شیطان گول میخوره، دشمن خود را دوست میگیره. بئس للظالمین بدلا، چی بدی است برای ظالمین عوضی. ما اشهدتهم، ما حاضر نکرده بودیم ایشان را خلق السماوات در خلقت آسمان ها والارض در خلقت زمین ولا خلق انفسهم و نه در خلقت خودشان در پیدا کردن خودشان. و ما کنت و نیستم گرینده و ما کنت متخذ المضلین و نیستم گرینده المضلین گمراهان را عدودن بازو مددگار. اینا شیاطین را پرستش میکردند، از شیاطین کمک میخواستند. اینا میگفتند به خاطر که در این خلقت آسمان ها و زمین نعوذ بالله صرف این را خداوند پیدا نموده است، بلکه شیاطین هم همکاری نمودند با خداوند متعال. خداوند متعال ما اشهدتهم خلق، دواتی که ما آسمان و زمین را پیدا میکردیم یا شیاطین حاضر نبودند، ولا خلق انفسهم و نه وقتی که ما خود از یارت خلق میکردیم اینا حاضر بودند. چطور شما اینا را شریکای من قرار میدهیم که این آسمان ها را که ما خلق کردیم، زمین را ما خلق کردیم، کوه ها و صحراها را ما خلق کردیم، میگه شیاطین همکار نعوذ بالله همکار خداوند بودن، حالا که در پیدایش خود اینها از اینها مشورت نگرفته نه وجود داشتن و نه در خلقت آسمان و زمین. چون که انسان های هستند شیطان پرست، از شیاطین کمک میطلبند، سرده زمان نه بلکه در امان زمان هم بود. و ما کنت متخذ المضلین عددا، و من نیستم گمراهان را که به طور مددگار به طور بازو بگیرم. کسی را به طور مددگار میگیرد که در دنیا قوی نباشد، در دنیا به کمک دیگران محتاج باشد، اما خداوند متعال محتاج کسی نیست. و یوم یقول نادو، و روزی که خدا میگوید نادو شرکائی الذین زعمتم، صدا کنید شرکائی الذین،
شرکای مرا الذین زعمتم که آنها را شما گمان میکردید، فدعوهم پس صدا بزنین آنها را، فلم یستجیبوا لهم پس جواب نخواهند داد لهم ایشان را، وجعلنا بینهم موبقا و قرار میدیم مقرر میکنیم بینشان موبقا هلاکت گاهی. وقتی که اینا صدا میزنن این بتها را و این کسانی را که شرکای الله قرار داده بودن، هیچ جوابی از طرف آنها نمی آید، به خاطر اینکه بین آنها و این شرکایی که اینا صدا میزدن و بین این ندا کننده ها خداوند متعال موبقا هلاکت گاهی قرار میدهد. مالک ابن انس رضی الله تعالی میفرماید موبقان هو واد فی جهنم، وادی از دره از در جهنم، من قیح و دم که از چرک، از ریم و خون ساخته شده است. یعنی بین این شرکا بتها را که اینا صدا میزدن یا آن مردم ها را، جنات را که اینها صدا میزدن و از آنها کمک میطلبیدن، کمک میخواستن، آنها را پرستش میکردن و بتایی را که پرستش میکردن، بین این بتها و این اشخاص وادی میباشد که آن وادی در جهنم است که از چرک و خون میباشد. ورع المجرمون و مجرمان میبینن، این گناهکاران میبینن النار آتش جهنم را، فظنوا یقین میکنن انهم که ایشان مواقعوها افتادنی اندر آن، ولم یجدوا عنها مصرفا و نمیافن از آن مصرفا گریزگاهی. میوان کالا میافتیم هیچ رای گریزی نیست، به خاطر که از همه طرف خداوند متعال اینها را احاطه کرده است. ولقد صرفنا فی هذا القرآن، شفقت و رحمت خداوند متعال به سوی بندگانش. ولقد صرفنا فی هذا القرآن، یقینا با روش گوناگون تفهیم کردیم در این قرآن، للناس برای مردم، من کل مثل از هر مثال، دیگه بر هر نوعی خداوند متعال مثال بیان میکند، نوع. و کان الانسان اکثر شیء جدلا، وقتی که این قدر مثال های واضح خداوند متعال بیان میکند، پس چرا این منکرین و معاندین ایمان نمی آورند؟ میفرماید و کان الانسان اکثر شیء جدلا، هست انسان از همه چیز که از خصومت کننده، بسیار جنگره است، قبول نمیکنه. و ما منع الناس منع ننمود مردم را ان یؤمنوا که اینها ایمان بیاورند، اذ جاءهم الهدى وقتی که آمد پیش ایشان هدایت، و یستغفروا ربهم که استغفار کنند از پروردگار خویش، الا ان تأتیهم سنت الاولین مگر این که بیاید روش پیشینیان پیشان، او یأتیهم عذاب قبلا یا عذاب بیاد پیششان روبرو، یعنی اینها را هیچ چیز مانع از ایمان نشده است، هدایت آمد پیشان ایمان نیاوردن. خب چرا ایمان نمی آورن؟ اینا منتظر هستند که همان طوری که خداوند متعال عذاب پیشینیان آورده بود به قوم ثمود و هاد و نوح و غیره، منتظر از او هستند. یا او یأتیهم العذاب یا عذاب پیشونیشان بیاید که ببینن عذاب را بر سرشان نازل می شود، آن وقت ایمان می آورند. این اشاره به عنادشان است. و ما نرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین، و ما نمی فرستیم المرسلین پیغمبران را، الا مبشرین مگر بشارت دهنده، و منذرین مگر و ترساننده. دو فریضه نبی را بیان میکنه که نبی یا مبشر است، مبشر بشارت دهنده، کسانی که اعمال نیک میکنن، اعمال صالح میکنن، زندگی خوب دارن، زندگی درست دارن، آنها را بشارت به جنت میدهد. و کسانی که نافرمان هستند، معاندین هستند، با آنها را بیم میدهد، میترساند که اگر شما ایمان نیارید، اگر از این اعمال قبیحه خود باز نیایید، جهنم برای شماست.
جهنم در سراغ شماست، جهنم منتظر شماست. همینطور وقتی که این کار نبی است، بشارت دهنده، مبشر و انذار آن را میگن که یک کسی را میترسانی، اما دو ترسانیدن شفقت است، محبت است. مثلا پدر فرزند خود را میزند، استاد یا فرزند خود را تنبیه میکند، دو زدن، دو چوب زدن شفقت هم است. اون نیست مثلا ظلم داره، خاطر اون نفرت داره یا خوشش نمیاد، بس به یک نحوی ظلم داره سرش. این را یعنی ترساندن و بیم دادن تو محبت نهفته است. این را نظیر میگن. وقتی که کار نبی این است بشارت میدهد و انذار میدهد، کار علما هم همین است، چون که علما وارثین انبیا هستند. نبی کریم صلی الله علیه و سلم وقتی که از دنیا رحلت می نمود، من پشت سر خود درهم و دینار نگذاشتم، بلکه میراث من چیست؟ علم. میراث من علم است. و العلماء ورثة الانبیاء. این علما که هستند وارثین انبیا هستند. یعنی عالم هم باید این دو کوالیتی را در خود داشته باشد. از این هم یک اشکال ما دور شد. باز اینا این اعتراض را میکنن که بعض علما هستن همیشه از جهنم، از عذاب قبر، از اعمالی که انسان را، یعنی اعمالی که ناشایسته است اون را انجام بدی، همیشه گپ از جهنم میزنن، همیشه سخن از جهنم میزنن، هیچ گپی از سخن از جنت نمیزنن. وظیفه دو شده است. کسانی که منکرین هستند، کسانی که معاندین هستند، کسانی که گناهکاران هستند، از کارهای خود باز نمیآیند، آنها را باید انذار کنند، آنها را باید بترسانی. اما کسانی که متقی هستند، پرهیزگار هستند، نافرمان نیستند، با آنها بشارت. آفرین ماشاءالله نمازت با جماعت میخونی، یک نمازی که با جماعت میخونی ثوابش 27 درجه است. با از نماز صبح، کسی که دو نماز را در جماعت بخونه، خصوصا نماز صبح، نماز خفتن را، از نفاق بری است. رسول الله صلی الله علیه و آله بشارت که از نفاق بری است. و با از نماز صبح تا نماز اشراق بنشینی در تلاوت، ذکر، اذکار، گپ دنیوی نزنی و با 2 رکعت نماز بخون نفل، ثوابش مانند چی است؟ حج و عمره است. این ثوابش مانند حج و عمره که مقبول، یعنی قبول شده است. این بشارت میده. اما یک کسی که زنا کنه، یک کسی که شراب بنوشه، یک کسی قتل و غارت کنه، بو هم بشارت خوب کار میکنی، بسیار کار نیک میکنی، رو باید بترسانی، باید تو را به او انذار باشی که از کار خود باز بیاید. و یجادل الذین کفروا، و مجادله میکنن کفار، بالباطل، بذریعه باطل، بذریعه شبهات واهیه. کار باطل همین است که در اذهان عامه مسلمان ها شبهه انداختن. لیدحدوا، این شبهه را چرا میاندازن؟ این شبهات واهیه را چرا میاندازن؟ لیدحدوا به الحق، تا تغییر دهن بذریعه این شبهات واهیه حق را. شبهه را که وقتی در ذهنت انداخت و خودت خالی ذهن هستی، از قرآن و سنت و حدیث وافر علم نداری، یک شبهه را که وقتی در ذهنت انداخت فوراً قبول میکنی، ولی منطقی است، میک سنس است. از اینجا من تذکر بدهم، هرگاه که عقل، انتلکت با وحی در تکر آمد، عقل یک چیز میگو، وحی چیز دیگری میگو، ما گپ وحی را گوش میکنیم، عقل را یک طرف میمانیم. عقل را میگیم نه، ایجا عقلت نچلان، ایجا عقلت را در کار ننداز، وحی آمد. هرگاه که وحی با عقل در تکر بود، با وحی را ما در قصید نیستیم، عقل را پشت عقل نمیریم، بلکه هر چی که وحی میگو همان فرمان را ما میگیریم. مثال، وضو که میکنیم، یک شخص موسی پوشیده است، موسی جرابه‌ای که سرش مسح میکنه، موسی دست خود را شست، روی خود را شست،
مسح سر نمود و با این که باید پای خود را مسح کنه، پای خود را. عقل چی میگو؟ عقل این را میگو که این نفر که پای خود وقتی که بدون بود در مسجد گشته یا در خانه گشته است، کف پای انسان چتل میشه، کف پای انسان خاک آلود میشه. اما شریعت چی میگو؟ بازم پشت پای مسح کن. عقل یک چیز دیگه میگو، اما نقل، وحی، فرمان الله، فرمان رسول میگو نه، عقلت یک طرف بان، عقلت در کار انداز، بلکه پشت پایت را مسح کن. چون فرمان رسول الله صلی الله علیه و سلم است. چون فرمان رسول الله صلی الله علیه و سلم آمد، آمنا و سلمنا. نفر وضو میکنه، وضو را خلاص نکرده است، دور از مجلس بادش میره. اون وضو را خلاص الان در وضو خانه است، وضو را خلاص نکرده است. شریعت چی میگو؟ دوباره وضو کن. یک عقل خود در کار نمیتونه انداخته، عقل بگه حالا چند امیال خود وضو خانه هستم، امیال وضو کردم بازم رفت. نه، چه نقل چی میگو؟ نقل ایرا میگو چیزی که از بدنت خارج میشود باید وضو کنی، باید وضو گرفت. اینه که امیال وضو کردم، دستم هم تراس، رویم هم تراس، سرم مثلا پایم هم تراس، از جایم هم نخیستم، امی وضو خلاص کردم بازم رفت. نه، شریعت میگه نه، دوباره باید وضو بگیری. این عقل است، عقل و دیگر نقل. هر جا که عقل و نقل در تکرار آمد، باید شریعت میگه تو باید نقل را ترجیح بدهی. عقل قبول میکنه، عقل قبول که خداوند متعال به جنتی ها جنت میدهد که بزرگی آن مانند 7 آسمان و 7 زمین است. عقل و قبول نمیتونه کرده. از 7 زمینی که ما سکونت میکنیم از این که 7 برابر بزرگ است. از آسمان کار که 7 در قرآن کریم سوره آل عمران سپاره 4 خداوند متعال وسارعوا الى مغفرة من ربكم و جنت عرضها كعرض السماء. شما بدوین به سوی مغفرت الله، به سوی جنت الله، عرضها كعرض السماء والارض. عرض آن مانند چی است؟ 7 آسمان و 7 زمین است. اعدت للمتقین. این جنت تیار کرده شد. این جنت نیست که تیار شود، آلردی جنت تیار کرده شد برای متقین، یعنی بر متقین قرار جنت است. فکر کن. عقل قبول میکنه؟ عقل قبول نمیکنه. انسان در سر زمین است، وقتی که این دیوال حائل میشه صدای یک نفر رو طرف نمیشنوی صدایش، چون دیوال حائل شد. اما این انسان یک 6 فوت زیر زمین میره، فرشتگان آنجا میان نکیر منکر، من ربک، پروردگار کیست، ما دینت چیست، و ما تقول فی هذا الرجل. روایت بخاری شریف است. و ما تقول فی هذا الرجل، درباره این شخص چی میگو؟ یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم. دو قول است، یعنی اینکه عکس مبارک رسول الله صلی الله علیه و سلم به اینها نشان داده میشه. من در 7 فوت بالای زمین که فراموش نکردم، 7 فوت پایین زمین فراموش میکنم، چون وقتی که ایمان باشه در دل. یا این است که چون انسان وقتی که در قبر مانده می شود رو به قبله می باشد، این همه پرده ها از این انسان دور می شود و دایرکت رسول الله صلی الله علیه و سلم در مدینه منوره می بیند. چون حدیث شریف است الانبیاء و احیاء فی قبورهم یصلون. تمام انبیا در قبرهای خود زنده هستند و می بینند هی رسول الله صلی الله علیه و سلم. یعنی بسیاری چیز عقل قبول نمیکنه، اما چون نقل که آمد، یعنی روایت آمد، وحی آمد، ما با آن نقل را یک طرف میمانیم. نه، وحی الهی هر چی که میگو. این را از مینمودیم که بعضی مردم هستن، اشخاصی هستن یجادل الذین کفروا بالباطل. کفار چی میکنن؟ مجادله میکنن با شبهات واهیه. هدفشان چیست؟ لیدحدوا به الحق، تا که تغییر دهند به ذریعه حق را. حق یک چیز ثابت شده است، اما آن حق را میخوان تغییر بدهند. و اتخذوا آیاتی، گرفتند آیات من را، و ما انذروا هزوا، آنچه را که ترسانیدشان به طور تمسخر. او عذاب، کدام عذاب؟ ما عذابی را نمیشناسیم. وقتی که انسان کشفهم شود، به خود عذاب میطلبه. به خود مشرکین مکه در سوره انفال است، بجای این که این تو دعا میکردن که یا الله
اگر این نبی بر حق است ما را هدایت بده. عقل هم همین میگو. چون وقتی که عقل انسان کجفهم میشه، انسان کجفهم میشه، با این تو دعا کردن اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء. یا الله اگر این قرآن و این نبی بر حق است، فامطر علينا حجاره من السماء، از آسمان به ما سنگ بباران. او ائتنا بعذاب علیم، یا عذاب دردناک به ما بیاور که ما بفهمیم واقعی بر حق است. اگر از آسمان سنگی بباره این کجا نمیمانه؟ یا عذاب دردناک دیگری به انسان کجا نمیمانه؟ چون کجفهم بودن، بجای اینکه بگن یا الله اگر این نبیت بر حق است ما را هدایت بده، عذاب دعا می‌نمودن سرچپه. اینا و ما انذروا هزوا، و با آنچه که ترسانیده میشوند اینا به طور تمسخر میگیرن. کدام عذاب میگویی؟ عذابی وجود ندارد. و من اظلم ممن ذکر بآیات ربه، و من اظلم، کی ظالمتر از آن ممن از آن شخصی که، و من اظلم، کی ظالمتر ممن از آن کسی که ذکر بآیات ربی، تذکر داده شود به آیات پروردگارش، فاعرض عنها، پس او اعراض میکند از او، و نسی ما قدمت یدا، و فراموش کرد آنچه که پیش فرستاده دستای او. یعنی ظالمتر شخصی است که تو آیات قرآن را به او بخوانی و او اعراض کنه، از او آیات قرآن قبول نکنه. از این که ظالمتر شخص هیچ کسی نیست. اول در سپاره اول خواندیم ظالمتر کی است؟ و من اظلم ممن منع مساجد الله ان یذکر فیها. ظالمتر از آن شخصی کی است که مردم ها را منع میکند، باز میدارد از مساجد الله. مردم به مسجد میان، از مسجد باز میدارد بر نحوی که باشه. و اینجا ظالمتر از آن شخص کی است که تو آیات قرآن را میخوانی اعراض میکنه. آیات قرآن را میخوانی به طور تذکر، او اعراض میکنه. و نسیه، و فراموش کرده است آنچه که دستانش پیش فرستاده است. یعنی اعمالی که کرده است او را فراموش کرده است. انا جعلنا على قلوبهم اکنة، یقینا ما قرار دادیم بر دلهای ایشان اکنة، پرده، ان یفقهوه، که نفهمن او را. ان یفقهوه یعنی که بفهمن او را، یعنی از فهمیدن آن ما پرده آنجا حائل نمودیم در قلبهای ایشان که از فهمیدن حق حائل است. و فی آذانهم وقرا، و در گوشایشان سنگی است. یعنی سنگی مطلب یعنی کر هستند. دیکھو بس دل خود دارن، گوش هم دارن که بشنون، اما اینا اینقدر معاند میشوند، اینقدر معاند میشوند که حق به اینها واضح و آشکاراست، اما دل اینها قبول نمیکنه چون معاند هستند. دوم، به خاطر اینها اینقدر انکار نمودن، آیات الله به اینها خوانده میشود اعراض میکنن. وقتی که این اعراض میکنن، بار بار آیات قرآن به اینها خوانده میشود، آیات الهی به اینها خوانده میشود، یا این مطلب را عام گرفته هم میتوانیم یک انسانی که گناه میکنه و گناه میکنه اینقدر گناه میکند که بعد از آن قباحت آن گناه، وقاحت آن گناه چشم بیخی میافته. یک نورمال چیز است. وقتی که آیاتی که درباره آن گناه خوانده می شود یا احادیث مبارکه که درباره آن گناه به این شخص خوانده می شود، در دلش پرده است، قبول نمی کند. دلش یک چیز بسیار ایزیلی می گیرش. و فی آذانهم وقرا، و در گوشایشان سنگی است، یعنی گوششان میشنوه آیات قرآنی را میشنوند که کار بد است، این عمل گناه است. چون اینقدر این گناه نموده، این حاله اینقدر عادی است بیا گوشایشان میشنوه، اما گوشی که دل گوش داره، که گوش ظاهری است، که دل انسان گوش داره، با گوش دلشان نمیرسه. گفتیم یا این که این مشرکین معاند هستند، عناد، تکبر، که ما چطور آیات الله را بشنویم، اعراض میکنن. اعراض یعنی پشت خود را دور میدهند یا اعراض قبول نمیکنن. و دوم، این را عامتر میتوانیم گرفته که خدا نخواسته خداوند همه ما را در حفظ خود داشته باشه، مسلمان است، اینقدر بینمازی و کالنمازی و معصیت، فسق و فجور
وقتی که احادیث آن گناه را به او میخوانی، تلاوت میکنی، آیات کلام الله را درباره آن تلاوت میکنی، به او یک چیز عادی است، نرمال است. چون در دلشان پرده است، دل قبول نمیکنه. چون خود دل مانند بادشاه است، ملکه است. این دل با سیگنال میده به دیگه جای انسان ها که قبول یا قبول نکن. مثال از یک نفر است تو او را خوشش نمیآید، جنگ کش کرده ای یا کدام کار دیگه خوشت نمیآید، کزیمی دور میبینیش دور، اولین چیزی که متاثر میشه دلت متاثر میشه، قلب یک دکیا میکنه، فلانی دیدم، قلبت متاثر میشه. وقتی قلبت که متاثر شد، قلبت فوراً به چهرت، به دماغت، به دستت، به پای سیگنال میده، چون او خوشت نمیآید. حالا پایت نمیشه به طرف او بدی، دستت قلبت کنترل میکنه که سلام بتی نتی. وقتی که میبینی چهرت به طرف جانی گویا که تبسم نداری، اما باز فورا یک کسی را که میبینی که خوشش داری، انسان نیک است، یعنی انسانی که دوست تو است، فورا قلبت دوباره سیگنال میده که اندیوالت است، بغلت داده او بعد از سالا دیم کجاستی، حالا کمو شخصان باید 3 سال بعد دیدی، اما چون قلبت نگاتیو سیگنال داد، چون قلب متاثر میشه. همینطور وقتی کلام الهی را که انسان میشنوه، چون قلب اینقدر سیاه شده است به گناه نمودن و اینقدر به گناه عادی شده است، وقتی کلام الله به تلاوت میشود نرمال عادی است. اما همین کلام الله به یک شخص دیگری که حالا که گناه را هیچ نکرده است، از ترس آن گناه نکرده است، آیات ولا تقربوا الزنا، به زنا شما نزدیک نشوین. دیگه در قرآن است که این گوش، سمع، بصر، همه چیز به پیشگاه خداوند متعال مسئول هستند. وقتی این خوانده می شود به چشمای انسان اشک جاری می شود، چون قلب قبول میکنه. و فی آذانهم وقرا، و در گوشای اینها سنگی است. و این تدعوهم الى الهدى، اگر بخوانید ایشان را به سوی هدایت، فلن یهتدوا اذا ابدا، پس آنها هرگز هدایت نمی شوند. یا فلن یهتدوا، هرگز یهتدوا، هدایت نمی یافند، اذا ابدا، هیچگاه. اینطور قلب اینها سنگین شده است، گوشهشان، قلب ایشان پرده آمده است، در گوشهشان سنگی است. و ربک الغفور ذو الرحمه، بادم خداوند متعال اینجا به بندگان خود یک پیامی داره که ای بنده، هر چقدر گناه کرده باشی، هر قدر معصیت کرده باشی، اگر 100 بار توبه شکستی، بازا این درگاه ما درگاه ناامیدی نیست. و ربک الغفور ذو الرحمه، پروردگار تو بسیار آمرزنده است، ذو الرحمت، بسیار مهربان است. یعنی به کسایی است که اگر شما در گناه معصیت زندگیتان بود، اگر شما به سوی الله تان باز بگردین، شما خداوند متعال را آمرزنده و مهربان میافین. لو یؤاخذهم الله بما کسبوا، اشکال میشه وقتی که اینا این کار میکنن، معاندین هستن، انبیا را آزار دادن و نبی کریم صلی الله علیه و سلم را آزار دادن. لو یؤاخذهم الله بما کسبوا، چرا خداوند متعال اینها را یک بار گرفته اینها را نیست نابودشان نمیکند؟ اینجا اشکال را دور میسازد. لو یؤاخذهم الله، اگر بگیرد آنها را بما کسبوا، با آن تمام اعمالی که اینها میکنن، لعجل لهم العذاب، بزودی می آورد به سویشان عذاب را. اما عذاب را چرا نمی آورد؟ بل لهم موعد، بلکه برایشان وعده مقرر است، وعده خاص مقرر است. وقتی که آن وعده آمد، خداوند متعال به اینها عذاب را می آورد. لن یجدوا من دونه موئلا، وقتی که این عذاب می آید، لن یجدوا، هرگز آنها نمی یافند، من دونه، بجز او، موئلا، پناهگاهی. در روز قیامت بجز از خداوند هیچ پناهگاهی نیست. یک دری است که در الله است، که در دنیا هم بجز از خداوند متعال هیچ دری دیگری نیست، هیچ دری دیگری به سوی مخلوقات باز نیست، هیچ دری. اما انسان یک بدر یک نفر، بدر دیگه یک نفر، همینطور است که در بدر است. خاطر به هر دری که بری در بدر میشه. انسانی که در خدا را محکم بگیرد،
او در بدل نمیشه، بلکه خداوند متعال هر حاجتی که داشته باشد حاجت او را پوره می سازد. هر حاجتی که داشته باشد. لن یجدوا من دونه موئلا، نمی افت او بجز خدا پناهگاهی. و تلک القرى، آن قریه های است اهلکناهم که ما آنها را هلاک کردیم. ارد گرد مکه مکرمه قریه های است یا دور شام دیگر قریجات که آنها را ما هلاک کردیم به خاطر گناهانشان. شما چون سفر می روین، ای قریشیان شما به سفر می روین، شام، سیریا، فلسطین به سفر می روین، ببین قریجات را، اینا را کی هلاک نموده است؟ که هیچ کسی آنها زندگی نمی کند. اهلکناهم لما ظلموا، وقتی که آنها ظلم نمودند. و جعلنا لمهلکهم موعدا، و مقرر کردیم لمهلکهم برای هلاکتیشان موعدا میعادگاهی، برای هلاکتی آنها ما میعادگاهی مقرر نمودیم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. سبحان الله بحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب الیک. دعا میکنیم با